نایکی محبوب ترین و بزرگترین برند ورزشی در دنیا. 50 سال تلاش برای بهبود کیفیت کفش‌های ورزشی باعث خلق یک کمپانی میلیارد دلاری شد. در این اپیزود ما به گذشته برمیگردیم تا ببینیم چه عواملی موجب این جادو شد و راه پرفراز و نشیب نایکی رو دنبال کنیم. First year of sales were 1964 and we sold $8,000. We made a $240 profit. Today, his company Nike has grown in $30 billion in sales last year. Michael Jordan in the NBA. برای داشتن یک برند خوب در سطح جهانی ابتدا باید رویا پرداز خوبی باشید. بنابراین فیل در ابتدا وارد دانشگاه اورگان میشه و به تحصیل در رشته روزنامه‌نگاری مشغول میشه و کم کم هم به ورزش دو میدانی علاقه‌مند میشه و در اونجا با مربی معروف امریکایی بیل باورمن که ورزشکاران المپیکی رو آموزش میداد آشنا میشه و تا زمان فارغ التحصیلی هم با هم رابطه دوستانی داشتن. اما فیل 24 ساله پس از فارغ التحصیلی در اعماق وجودش به اینکه چه رویایی رو پرورش بده فکر میکرد. فیل با اینکه دوست داشت ورزشکار حرفه‌ای باشه اما در رویاهای خودش گم شده بود و حتی در ارتش هم ثبت نام کرد و 1 سال از خدمت خودش رو در ارتش گذروند و پس از اون رویای خود رو با قبولی در رشته NBA دانشگاه استنفورد و علاقه به بیزینس بازیابی کرد. در اینجا بود که فیل در حین کار کردن روی یک پروژه دانشجویی ایده‌ای به ذهنش میرسه که مسیر زندگیش رو تغییر میده و روی تیکه کاغذی نوشته بود که آیا کفش‌های ژاپنی کاری رو که دوربین‌های ژاپنی با دوربین‌های آلمانی انجام دادن رو میتونه با کفش‌های آلمانی انجام بده یا نه. دوربین‌های غالب در بازار امریکا برند کنون آلمانی بود، اما به تدریج کنون جای خودش رو به نیکون ژاپنی میده و کنون سهم بازارش در امریکا از نیکون کمتر میشه. در اون زمان عمده برندهای ورزشی در امریکا آدیداس و پومای آلمانی بود و فیل شنیده بود که ژاپنی‌ها دارن روی طراحی کفش‌های جدید کار میکنن و به این ایده رسیده بود که آیا میشه کفش‌های ارزان قیمت ژاپنی جایگزینی برای کفش‌های برندهای بزرگ در امریکا باشه. وقتی فیل این ایده رو با همکلاسی‌هاش مطرح کرد، اون زمان این ایده رو جدی نگرفتن و همه با خودشون میگفتن مگه میشه با آدیداس و پوما رقابت کرد. فیل خودش هم میدونست که این کار بسیار دشوار خواهد بود چون نه شناختی نسبت به کشور ژاپن داشت و نه تا به حال با قوانین وارداتی آمریکا آشنایی داشت، ولی فیل فقط به انجام این کار فکر میکرد و زمان اون رسیده بود که فیل رویای خودش رو جدی بگیره و به ژاپن سفر کنه. در شهر کوبه ژاپن یک کفش مخصوص دویدن نظر فیل رو جلب میکنه با نام تایگر. کفش توسط شرکتی به نام اونیتسوکا طراحی و تولید میشد. کفش علاوه بر اینکه طراحی بسیار زیبایی داشت، 2 مؤلفه دیگه یعنی کیفیت بالا و قیمت مناسب رو هم داشت. فیل اینقدر از این کفش خوشش اومد که تصمیم گرفت با صاحبان این برند جلسه ای رو ترتیب بده. اما قبل از اون فیل برای مذاکره با مدیران برند اونیتسوکا نیازمند نام تجاری و یک عنوان شغلی خوب بود. اون خودشون نماینده شرکت غیرواقعی بلو ریبون اسپورت از اورگان معرفی میکنه. ژاپنی ها که از قبل تمایل داشتن تا در بازار امریکا محصولاتشون رو بفروشن، سریع پیشنهاد فیل رو مبنی بر توزیع کفش تایگر در بازار امریکا رو پذیرفتن. ژاپنی ها 12 جفت کفش برای فیل ارسال کردند. فیل ابتدا این کفش ها رو به دوست قدیمیش بیل باورمن که تخصص خاصی در بهبود کفش های ورزشی داشت نشون میده. باورمن که همیشه از کیفیت کفش های ورزشکاران امریکایی ناراضی بود و حتی گاهی اوقات کفش ها رو باز میکرد و با تغییراتی در کفی بهبود نسبی به کفش ها میبخشید. با دیدن کفش های تایگر ژاپنی به وجد اومد، به طوری که پیشنهاد شراکت با فیل رو مطرح میکنه. اونها شرکت بلو ریبون اسپورت رو تأسیس میکنن و هر کدوم برای واردات کفش‌های بیشتر $500 در این شرکت جدید سرمایه گذاری میکنن. شرکت تازه تأسیس بلو ریبون اسپورت با شرکت ژاپنی توافق کرد که نمایندگی انحصاری توزیع کفش‌های تایگر در غرب امریکا رو بر عهده داشته باشه. بنابراین در آوریل 1964 اولین محموله 300 عددی کفش‌های تایگر به امریکا رسید. فیل که اکنون یک تامین کننده قوی و یک شریک کاربلد رو در کنار خودش داشت، حالا با یک مشکل بزرگ مواجه بود.
فیل برای اینکه بتونه کفش ها رو بفروشه به تمام فروشگاه‌های لوازم ورزشی سر می‌زد و درخواست اختصاص مکانی برای فروش کفش‌هاش رو داشت. اما کسی به فیل اهمیت نمیداد و اونو جدی نمی‌گرفت. حال که فیل 300 عدد کفش در اختیار داشت، مشتاقانه به دنبال راهی بود که اونها رو بفروشه. فیل به تمام پیست‌های دو میدانی که میشناخت سر می‌زد، با تمام ورزشکاران و مربیان فعالانه ملاقات می‌کرد و از کیفیت کفش‌های جدید با اونها صحبت می‌کرد. حتی کفش‌ها رو در صندوق عقب ماشینش هم می‌فروخت و این باعث شد که کفش‌ها در عرض 3 ماه فروخته بشن. همچنین بیل به این نتیجه رسیده بود که فروختن کفش بسیار راحته، چون این کفش‌ها هم کیفیت خوبی داشتن و هم از قیمت مناسبی برخوردار بودند و شرکت اونها در یک سال اول موفق به فروش 8000 کفش شد و فیل از پولی که به دست آورده بود برای سفارش 9000 عدد کفش دیگه از ژاپن استفاده کرد. شرکت بلو ریبون اسپورت در شروع از فروشندگانی استفاده که قبلا ورزشکاران دو میدانی بودند. اونها ورزشکاران جدید رو بهتر میتونستن ترغیب به خرید کنن و برای این کار به ازای فروش هر جفت کفش $2 کمیسیون دریافت میکردن. بنابراین فیل موفق شده بود فروشندگانی رو پیدا کنه که برای دریافت کمیسیون حاضر بودن کل امریکا رو مسافرت کنن. این موفقیت ها به فیل این اجازه رو داد تا بتونه از بانک وام بگیره و بلو ریبون اسپورت رو از زیرزمین والدینش خارج کنه و یک دفتر کار واقعی رو اجاره کنه. فیل و باورمن به این فروش افسانه‌ای خود در ایالات متحده ادامه میدن تا اینکه در سال 1966 اولین فروشگاه خرده فروشی خودشون رو تأسیس میکنن و ایده خلاقانه اونها در تأسیس این فروشگاه طراحی اون برای علاقه‌مندان به ورزش دو میدانی بود که در اونجا بتونن دور هم جمع بشن، گفتگو کنن و اوقات مفیدی رو در اونجا سپری کنن و در نهایت کفش مناسب پاشون رو هم خریداری کنن که این باعث شد توجه زیادی رو در امریکا به خودش جلب بکنه. فیل بیشتر در بخش بیزینسی فروشگاه فعالیت میکرد و باورمن بیشتر جنبه‌های خلاقانه و بهبود کیفیت کفش‌ها رو مد نظر قرار میداد، به طوری که طراحی خلاقانه رو برای بهبود ابعاد، طراحی و کیفیت کفش‌ها به شرکت ژاپنی ارائه میداد و بیزینس فیل و باورمن روز به روز رشد میکرد و بزرگتر میشد و اونها شعباتشون رو در سرتاسر ایالات متحده افزایش دادند و هر روز به تعداد کارمندانشون اضافه میشد که این خودش سبب بروز مشکلات بزرگتری شد. استخدام نیروی کار و افتتاح دفاتر فروش زیاد موجب افزایش هزینه‌های اولیه بالایی میشد که فیل و باورمن برای تامین اونها دچار مشکل بودند. مشکل بعدی اونها تقاضای بالایی بود که با اون مواجه شدند و به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل نقدینگی و رفع تقاضا باید از شرکت ژاپنی درخواست تولید کفش در سطح انبوه رو بکنند. اما شرکت ژاپنی با همون سرعت قبلی به ارسال کفش ادامه میداد و بعد فیل متوجه شد که شرکت اونیتسوکا ابتدا نیازهای داخلی کشور ژاپن رو برطرف میکنه و پس از اون مازاد تقاضای داخلی رو به امریکا صادر میکنه. همچنین این شرکت در پذیرش راهکارهایی که موجب بهبود کیفیت کفش‌ها توسط باورمن ارائه میشد مقاومت میکرد. این رفتار اونیتسوکا موجب عصبانیت فیل و باورمن شد و اونها تصمیم گرفتن که با نماینده شرکت ژاپنی وارد مذاکره بشن و در عین ناباوری نماینده ژاپنی به فیل گفت که اونها به خاطر عملکرد ضعیف بلو ریبون اسپورت نمیتونن وارد قرارداد بلند مدت بشن که این موجب تعجب فیل شد، با اینکه فیل به آمار و ارقام فروش کفش تایگر در امریکا اشاره میکرد و استفاده 70% از دوندگان امریکایی از کفش تایگر رو بزرگترین موفقیت برای این برند طی این سالها به شمار میاد. اما برند ژاپنی مصرانه به قرارداد کوتاه مدت و محدود پافشاری میکرد. فیل متوجه شد که برند ژاپنی اونیتسوکا قصد داره که با توزیع کنندگان دیگه هم وارد قرارداد
بشه و قرارداد با اونها رو محدود کنه. فیل که پریشان و عصبانی بود با یک شوک ناگهانی دیگه از طرف ژاپنی ها مواجه شد و اون اینکه یا 50% سهام بلو ریبون اسپورت رو واگذار میکنید یا توزیع کننده دیگری برای کفش های تایگر پیدا خواهیم کرد. فیل متوجه شد برای اینکه شرکتش رو واگذار نکنه باید وارد یک جنگ جدید اقتصادی با ژاپنی ها بشه. فیل پس از اینکه از شوک اتفاقات پیش اومده خارج میشه با خودش فکر میکنه وقتی کفش کورترز محبوب ترین کفش برند اونیتسوکا توسط باورمند طراحی شده چرا از فرصت پیش اومده بهره نگیرن و خودشون کفش رو طراحی کنن و بدوزن. علاوه بر اون دیگه نمیخواد منتظر رسیدن محموله از ژاپن باشن، هر چقدر از اون کفش ها رو هم دوست دارن خودشون میتونن تولید بکنن. بنابراین در ابتدا برای مهیا شدن برای چنین تغییر بزرگی اونها به یک نام نیازمند بودند و نام نایکی به پیشنهاد یکی از مدیران ارشد اونها که از فرشته بالدار یونانی الهام گرفته بود انتخاب شد. لوگوی نایکی فقط با پرداخت $35 توسط یک دانشجوی رشته طراحی دیزاین شد. همچنین فیل شبکه از تولید کنندگان کفش رو شکل داد تا بار دیگه اشتباهی رو که در مورد اونیتسوکا مرتکب شده بود رو تکرار نکنه و با طیفی از تولید کنندگان همکاری داشت تا هم کیفیت رو کنترل کنه و هم قدرت چانه زنی در تعیین بهترین قیمت تمام شده رو داشته باشه. بنابراین در سال 1971 شرکت بلو ریون اسپورت به طور رسمی به نایکی تبدیل شد. تا این لحظه که در حال صحبت کردن هستیم فروش اونها از $100 میلیون در سال عبور کرده و از اون روز به بعد نایکی به سرعت شروع به گسترش کرد و تبدیل به بزرگترین و محبوبترین برند ورزشی در دنیا شد. در المپیک 1972 محصولات اونها به شدت توجه جامعه جهانی رو به خودش جلب کرد، به طوری که درآمد اونها در یک سال 2 برابر شد و در سال 1976 درآمد برند نایکی به $14 میلیون در سال رسید. در سال 1977 فیل تصمیم گرفت که کارخانجات جدیدی رو در سطح جهان ایجاد کنه و برای این کار به هزینه بالایی نیاز داشت و فیل تمامی درآمد نایکی رو صرف توسعه و تأسیس کارخانجات جدید و استخدام نیروی کار ماهر و راه اندازی شعبات میکرد و برای این کار از هیچ کاری هم دریغ نمیکرد و چون برند نایکی موفقیت‌های بزرگی به دست آورده بود و در حال پیشرفت بود رقبای اون در حال طراحی نقشه‌ای بودن که بتونن نایکی رو زمین بزنن. از همین رو فیل نامه‌ای رو از اداره گمرک فدرال آمریکا دریافت میکنه که باید $25 میلیون به عنوان حق واردات پرداخت کنه و این جریمه برای برند نایکی بسیار سنگین با پرداخت این بدهی به دولت امریکا عملاً از چرخه تجارت خارج می شد. بنابراین فیل تصمیم میگیره که جنگ دیگه ای رو با دولت امریکا آغاز کنه و به دادگاه فدرال آمریکا شکایت میکنه و در نهایت جریمه $25 میلیون به $9 میلیون کاهش مییابه. با اینکه فیل از این میزان جریمه هم ناراضی بود، اما در اون سالها نایکی چنان رشدی رو تجربه کرده بود که فروشش به $440 میلیون در سال میرسید. پس برای پرداخت این جریمه با مشکل خاصی مواجه نشد. در سال 1980 نایکی به یک برند عمومی تبدیل شد و تونست مشکلات نقدینگی رو به واسطه فروش بخشی از سهامش به مشتریان تامین کنه. همچنین نایکی تونست با 2 کارخانه تولیدی در چین قرارداد جدید ببنده و اولین شرکتی تبدیل بشه که در چین کارخانه تولید تجهیزات ورزشی تأسیس کرد. همچنین نایکی کم کم به سمت تولید سایر تجهیزات ورزشی از جمله پیراهن هم رفت، چون علاوه بر این پول بیشتری رو به سمت اونها سرازیر میکرد و قدرت بیشتری هم در مذاکره با ورزشکاران برای متقاعد کردن اونها برای استفاده از تجهیزات متنوع ورزشی برند نایکی داشت. متقاعد کردن ورزشکاران در پوشیدن تجهیزات ورزشی نایکی بزرگترین کلید موفقیت این برند. نایکی تیم بسیار حرفه‌ای رو برای شناسایی استعدادهای ورزشی در سرتاسر دنیا استخدام کرده بود تا در همین ابتدای کار
با اونها وارد قرارداد برای استفاده از تجهیزات نایکی بشه. پرسودترین حمایت اونها از مایکل جردن بود. تیم شناسایی نایکی ابتدا استعداد اون رو شناسایی میکنه و با امضای قراردادی اون رو موظف میکنه که فقط اجازه داره از محصولات نایکی استفاده کنه و پس از اینکه مایکل جردن به شهرت رسید، خط تولید کفش اون یعنی ایر جردن صدها میلیون دلار درآمد برای نایکی داشت. در سال 1986 نایکی از برند کانورس پیشی گرفت و بزرگترین فروشنده تجهیزات ورزشی در امریکا تبدیل شد. در سال 2018 نایکی کمپین جدیدی رو با نام دریم کریزی راه اندازی کرد که کالین کوپرنیک بازیکن سابق NFL صدا و تصویر گویای این کمپین بود. خود کوپرنیک در این کمپین تصویر سیاه و سفیدی از خودش منتشر کرد و این جمله روی اون نوشته بود: به چیزی ایمان داشته باشید حتی اگر به معنای فدا کردن همه چیز باشه. این جمله به اتفاقات سال 2016 در امریکا مربوط میشه که با زانو زدن اون هنگام پخش سرود ملی امریکا به بی‌عدالتی نژادی و وحشیگری پلیس امریکا اعتراض میکنه و زمینه ساز رخدادهای اعتراضی بزرگ در سرتاسر امریکا میشه. برخی از مردم امریکا و همینطور رئیس جمهور وقت امریکا دونالد ترامپ اعتقاد داشتن که کوپرنیک به کشورشون بی احترامی کرده. به خاطر این اتفاق و حمایت نایکی از کوپرنیک، بسیاری از مردم که هم نظر رئیس جمهور بودن محصولات نایک رو تحریم کردند و کفش‌های این برند رو آشکارا در شبکه‌های اجتماعی آتیش می‌زدند. اما از اون طرف هم اتفاقات جالبی رخ داد و موافقان جنبش ضد خشونت تصمیم گرفتن از نایکی و کوپرنیک حمایت کنند، به طوری که نایکی تونست رکورد بزرگی رو بشکنه. 6 میلیارد دلار سهامش ارزش پیدا کرد و 31% فروش بیشتر رو به لطف این کمپین تجربه کرد. این اولین باری نبود که نایکی برای جلب توجه جهانیان دست به چنین کمپین های جنجالی میزد. نایکی در سال 1988 اولین کمپین خودش فقط انجامش بده یا همون Just Do It رو راه اندازی کرد و این کمپین در مورد پیرمردی 80 ساله‌ای صحبت میکرد که هر روز صبح 17 مایل رو با کفش های نایکی میدوید. I run 17 miles every morning. People ask me how I keep my teeth from chattering in the wintertime. I leave them in my locker. همچنین در سال 1995 دونده‌ای رو نشون میده که HIV مثبت داره و با تجهیزات ورزشی نایک هر روز در حال تمرین و ورزش کردن هستش. و این سوال پیش میاد: چرا نایکی علاقه داره که تبلیغات پر سر و صدا و جنجالی راه بیاندازه؟ واقعیت اینه که نایکی یک تیم بازاریابی قوی داره که میزان ریسک رو در مقابل پاداش برآورد میکنه که در نهایت تصمیم حساب شده‌ای میگیرن. اگرچه عوامل دیگه‌ای هم بر موفقیت نایکی تأثیر داشته، اما این نشون میده که کمپین ها مهمترین اثر رو روی رشد نایکی داشتن. از زمان اولین کمپین نایکی تا 1988 نایک فروشش رو از 800 میلیون دلار به 9 میلیارد دلار افزایش داد. با این حال فیل پس از 40 سال از سمت مدیر عاملی کنار رفت و داستان اون بسیار تاثیرگذاره. در جوانی از صفر شروع کرد، به ژاپن رفت تا رویای دیوانه‌وار خودش رو به واقعیت تبدیل کنه و در نهایت بزرگترین برند ورزشی جهان رو ساخت. اونچه از داستان فیل و نایکی یاد گرفتیم این بود که زمانبندی برای رسیدن به موفقیت به طور دقیق مشخص نیست. گاهی اوقات فقط باید به یک جهش ایمان داشته باشید یا به قول نایکی فقط انجامش بده. Just do it. اگر میخواید داستان برندهای موفق دنیا رو بدونید و شما هم رویای خودتون رو داشته باشید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. این ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرتون رو برای من کامنت بگذارید. بدرود.